این پسر مدام دندقه با ماشین سر این پاندا رو میزنه و پاندا بیچاره کاری نمیتونه کنه. اما فقط اون نیست، کل خانواده‌اش عاشق اذیت کردن حیوانات هستن. خواهرش همش در صندوق و سر این گوسفند بیچاره میکنه. حتی پدرش همین عصر رو اسیر گرفته تا با در خانه بکوبه سرش. حتی مادر بزرگش هم با اینکه خیلی ضعیفه مثل یه بوکسور حرفه‌ای به سر این شیر مشت میزنه. اما این عقاب اتفاقی همه چی رو میبینه و فوراً به شکل یک انسان در میاد. عقاب خیلی سریع با کفش و پرسرعتش میره به سمت خانواده و سوار ماشین پسر میشه و سر پسر رو همونطور که به سر پاندا به درخت میکوبه به درخت میکوبه و بعد سر خواهر رو میندازه داخل صندوق و همش در صندوق و میکوبه به سر خواهره. مادر بزرگش حسابی میترسه و در خانه رو قفل میکنه، اما عقاب دیوار رو میشکنه و سر پدر رو میذاره لای در و با در میزنه به سر پدره و هم مادر بزرگ کوچه‌ای رو مش میزنه چون